سلام علیکم دوستان محترم هواداری کانال دوستان عزیز ما خصوص افیره ما خدا خواست برای شما ساعت 11 نیم شب با وقت تاجیکستان را افیر میهن در سر همین دیگی باش برای باش خدا خواست برای سحر خوری برای این محله سامانیان خدا خواست باش میگذارن پاور کیا وایسیده ها آشپزی ما وایسیده ها خدا خواست برای شما افیری پرشه بعد از ساعت 11 نیم شب میگذاریم دوستان 11 یک شب که پرشن کم خودی نه شما خور بید ما میبینیم در اینج میستیم ساعت 2 شب که باید ببینیم افیره ساعت چند باشه ساعت 2 طرف ها اینجا مردمی 60 کیلو باشه من تو 60 بچه دیار هم اینجا همه برای آماده کردن تا هم انتظار هستن دوستان عزیز ماکسیموم 8 ماه مجبور است. اگه 8 ماه در یه روز مزیان است. اما اول میرفتم در این زیر میشدم یه ماه میرفتم رفتنم شان میشدم 5 ماه دیگه به خدایم 5 سال میگم بعضی بچه‌ها میگن 3 سال 4 سال مثلا شبی خوش به همگان اونجا ده کجا قزاقستان رو بومونه بومونه بالا فهمیدم معلوم ما تمام خبر بعد 5 رفتی بعد 5 سال اینا вже حجت کردم اومد من باز نمیتونم بعد بیل استارت های دوستان سربلند و خانواده باشه خدا خواهد 11 میشه میدارید برای شیوخ چه؟ خوب خدا خواهد 10 11 اینجا ما دوری شما برای افیر های گو لیمان زنده کن افتتاح کاره خدا خواهد همین میگره همین دیگ همین خدا خواهد در دیگ قبل میکنیم پس چه انگلی هم در اینجا؟ بچه انگلیا؟ بچه به همون روز با من زنگ زد کی ایفرین ما خیلی اشار بیده روز دیگه من السلام علیکم تینجه فویسه روز تینجه و مهربا تینجه انشالله امروز افتتاح کار است پس بگو هر شب انشالله همینجا برای سحور بگیم سحر خوری 7 سال های سربلند خانواده باشه دوستان نوار پره خدا خواهد بعد از 11 نیم شب میشه